این بستره یا سیلی زدن. دردناکترین جمله در اون خطبه این است که این با اون در پهلو زدن و اینا قابل قیاس نیست. فرمود اتقولو اهل ملتین. چجور اتقولو اهل ملتین اعتبارسا، مگر اینکه منم مسلمان ندارم. بله این درست که کافر از مسلمان ارث برن، منم مسلمان نمیتونم. این بدتر یا در بپر شدن، این بدتر یا سیلی زدن. مگر در اسلام من شک کنید، من مسلمان ندارید. اتقولوا اهل ملتین لا یتوارثان.